این مرد 61 ساله از استعمال مرغ گریل زهرآلود گردید. حالا وی در بیمارخانه ناحیوی رقم 4 دهه اونجی طبابت میگیرد. میگویند برای خود و فرزندانش از افغان بازار گوشت مرغ پخته شده یعنی گریل خریداری کرد و آن را در خانه همراه فرزندانش استعمال نمود. افغان بازار مال با یک سوچ دیگه میدونم تایرش بعد گفتم خانه رفتم ابیدونده خیلی زنان زیاد که یک لحظه مدگم شما خورید گفت خودم با همین سرش دیام نکن چقدر هم دیل بیوزری تو رو من اخیراش من نمی‌آمده بودم این سیمون پوشاکم نگامم داده نمی‌فهمیدم من همین خیلی سخت داره خیلی سکوری جلدم این دست راستم کار کردم چهارم چیز اصلی رو خریدم خیلیت بابا نیمته بوده است نیمچه تایرش کشیدم من. عبدالحفیظ نبیف با دو فرزندش به بیمارخانه سیرایتی رقم 4 ناحیه باباجان غفورов پورا رایگان طبابت گرفت. بعد بهتر شدن وضع سلامتی فرزندانش دکتران آنها را رخصت دادند اما خود طبابتش را ادامه می‌دهد. دکتر سیرایتشناس آزاده ولیوه میگوید که در اول وضع سلامتی بیمار میان وزنین بود. حالا با کمک متخصصان سلامتی بیمار پورا برقرار شده است. هنوز زیر نظارت قرار دارد. بیمارانی که در شبه با همین نشانه ها بستری شدن حالت همشون میان وزنین بود. داوم 3-4 روز توبت گرفته حالشون بهتر شده همشون به خانشون جواب دادیم. به غیر از یک نفر حاضر یک نفر مونده که توبت گرفته اینم حالشون بهتر. سبب اساسشون همون گوشت مرغ گریل خوردگی همشون سنه 4 در یک روز هم کیک استفاده برده باشد هم خیلی شکایت که ما بستری شد. زهرالودشوی گروه ساکنان ولایت سوغ از جانب سردار ریاست تندرستی ولایت سوغ دیرکتور مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ولایت تصدیق خود را یافت. مسئولین ابراز می‌دارند که بر اثر آشکارشوی این حالت خوشبختانه تلفات جانی به قید گرفته نشده است. همه زهرالودشدگان سری وقت زیر نظارت دکتران سیرایتشناس و اپیدمیولوژها قرار گرفته دوام 2-3 روز اخیر به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. حالا تنها یک نفر طبابت را ادامه می‌دهد. خوشبختانه حالتهای وزنین به قید گرفته نشده باشد هم لیکن ما تمام چاره‌بینی های سانیتری و ضد اپیدمیکی بی‌ضررگردانی با زیر نظارت گرفتن تمام علاقمندان را کردیم و موافقه قرار سرطبیب تمام نقطه های گریلی که در حدود ولایت فعالیت داشتند موقتا بازداشت کرده شد. البته تمام تحلیل های میکروبیولوژی کیمیایی رادیولوژی گرفته شد و عین حال تحلیل ها ادامه دارد و نسبت آن شخصانی که به کمبودی ها راه دادند البته بیانات های آنها گرفته شده چاره‌جویی کرده شد. سبب زهرالودشوی ساکنان را تحلیل‌های متخصصان ریاست تندرستی نشان داده است که در گوشت مرغ پخته شده یعنی گریل یک نمود میکروارگانیسم شرطاً کسل آور دریافت کرده شده است که محض از حساب آن عبدالحفیظ امک و گروه دیگری ساکنان زهرآلود شدند. قهرمان گزارش ما از ساکنان دعوت به عمل می‌آورد که از موضع‌های به سانیتری جوابگو بوده محصولات خریداری نکنند. پیش از گرفتن مال و محصولات و یا خورش‌ها به صفت و سنه استحصال آن اهمیت جدی دهند. در عکس حال احتمالاتی سر زدن بیماری وجود دارد. من دونم نمی‌گیستم دکترام خیلی خوبه. باور کنید. یادم کردم و دارو آمد بیکلوش وابسته به حادثه مذکور پروکراتوره شهر خوجند واکنش نشان داد که از جمله آمده است اقتباس. پروکراتوره شهر خوجند اطلاع می‌دهد که شهروند محسن جان تاجیبایف نقطه سودایی را واقع در سراغ شهر خوجند خیابان اسماعیل سامانی بینای 77 را در اساس شرطنامه اجاره به استفاده گرفته طبق پتنت اوید به عملی نمودن فعالیت صاحبکاری با همراه اعضایان عائله‌اش با پخت و پزی گوشت مرغ گریل مشغول گشته طلبات قانونگذاری سانیتری و اپیدمیولوژی را دغلانه ویران نموده است. اینچنین بدون گذشتن معاینه حتمی طبی در مورد آماده نمودن گوشت مرغ آن را در داخل ظرف‌های پلاستیکی و آهنین دارای باکتریاهای اکولی و دیگر میکروفلوراهای ضررآور با استفاده خمیره و آمیخته پامیدار قلمفور بلغاری خشک کرده شده کارکرد کرده در تفتان مخصوص پخته به مزاجان پیشنهاد کرده است. در نتیجه این عمل صاحبکار زیاد از 20 نفر شهروندان بعد خریداری و استعمال محصولاتی در حالت غیر سانیتری پخته شده گوشت مرغ نوع گریل زهرآلود گردیدند. با نظر داشت آن
ки дар кирдори Тоҷибоевҳо аломатҳои ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудаи қисми 1 моддаи 207 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне вайрон намудани қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ ки аз беэҳтиётӣ боиси бемории оммавӣ ва ё заҳролудшавии одамон гардидааст, парвандаи ҷиноятӣ оғоз намудааст. пешбурди парвандаи ҷиноятии мазкур ба зиммаи мутахассисони прокуратураи шаҳри Хуҷанд вогузор карда шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. поёни иқтибос. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.